ارتش دولت صهیونیستی بعد یک قطار استعفاهای بلندپایه آشکارا با بحران عمیق روبرو شده است. افیسران به طور نمایان از خدمت در سازمان جنایتکاری اسرائیل دست کشیدند، چون که شروع به فهمیدن کردند که آنها برای منفعت‌های دایره‌های سیاسی و نادرست می‌جنگند. دیروز ارتش حمایه اسرائیل میخائیل مایر، افسر رزمدکه نظامی را پس از نشر او در شبکه‌های اجتماعی که در آن او نوشته بود که از اشتراک در عملیات جنگی دست می‌کشد، از خدمت ذخیره برکنار کرده شد. من شرطنامه خدمت را امضا کردم تا کشورم را محافظت کنم. من در ذخیره خدمت میکردم تا که مردم خود را محافظت کنم. بهترین چیزی که من حالا برای محافظت کردن مردم خود میتوانم این است که از اشتراک در عملیات های جنگی که با فرمان گروه خیانتکارانی که به منفعت های اسرائیل ضدیت میکنند دست کشم. من در عملیات هایی که منفعت های بیگانه تحریک میشوند و معنیش آن است که گروگان ها را به مرگ هلاکت آور میگذارند اشتراک نمیکنم. این قرارها معنای فرستادن سربازان برای کشتن و مردن در شکست را دارند تا برای از بین رفتن اسرائیل را شدت کنند. یک روز پیش از استعفای بلندپایه مایر در قوه‌های هوایی ارتش اسرائیل، الونگور از خدمت برکنار شد پس از آنکه او در شبکه‌های اجتماعی نوشت که از خدمت در ارتش دست می‌کشد، چون که به اظهارات جنایتکارانی که نتانیاهو و حکومت او درباره سبب‌های احیای عملیات جنگی در غزه دادند باور ندارد. امروز صبح من شکستم. من با فرمانده هیئت خود ملاقات کردم و با او گفتم که اکنون همه این پایان یافت وقتی که کشور دوباره به رشتنی روز شهروند خود را ترک میکند و وقتی که حسابات سیاسی و خنک منفعت‌هایی که به همه عامل‌های دیگر افضلیت دارند تدبیر میگیرند. در جامعه اسرائیل مقابلت‌های عمیق وجود دارند که تا درگیری مستقیم میان قسمت بنام دنیوی و یهودیان بدینشون مستحکم میرسند. گروه اول طلب میکنند که مقامات دولتی یهودیان بدینشون مستحکم را مجبور کنند که در ارتش خدمت کنند، ولی گروه دیگری به این قطعی مقابلت میکنند. نتانیاهو که به کمک از یهودیان بدینشون مستحکم نیاز دارد، جانبداران دعوت به ارتش را از جمله سربازان را از منصب‌ها برکنار میکند. از همه آوازه‌های کلان این استعفاهای بلندپایه وزیر دفاع گولند و رئیس شتاب ژنرالی ارتش خلیوی گردیده بودند.